میگوید بر من یک امر حتمی هست که همه شما را از بالای پل صراط میگذرانم. تمام بندگان، خواه صالح و خواه غیر صالح، همه شما از بالای پل صراط میگذرید. پل صراط را پیغمبر خدا صفات کردند لغزش دارد، میلغزاند، خار دارد، از زیرش ملائکه های هست که به سوی شما هرچی حواله میکنند. لیکن در دوام آیت خداوند گفت ثم ننجی الذین اتقوا، لیکن کسانی که در دنیا خدا ترس بودند، کسانی که ایمان اساسی و صدقی داشتند، اینها از پل صراط با آسانی میگذرند. لیکن ظالم ها و بی خداها را به زانو می افتانیم و در دوزخ می پرتاییم. این معنای این آیت معنای این دارد که از بالای پل صراط هر کدام ما و شما گذر میکنیم. خوش به حال همون بنده ای که پل صراط را به آسانی میگذرد. برای پل صراط گذشتن پیغمبر خدا گفتند کسانی هستند که تمام بدنشون روشنی میکند پیش را، کسانی هستند که نیم بدنشون روشنی میکند پیش پاشون، کسانی هستند که حتی در همین نوک چلیقهای پاشون کمی روشنی دارند که اینها خیلی آدم‌های بودند که عمل‌های کم داشتند. از این خاطر اینهاش گفت از پل صراط می‌غلطند. لیکن کسانی که تمام وجودشان نورانی است، اونا کسانی هستند که در همین مسجد ما و شما نشستند. کسانی هستند که محب جمعه هستند، محب پنج وقته هستند، محب خدا و پیغمبر هستند. اینها تمام بدنشان روشنی میکنند مثل همین چراغ‌هایی که در اطراف ما و شماست و با آسانی ان شاء الله از خدای خود باوری داریم و امید داریم که ما و شما گذر میکنیم.